سلام، وقتون بخیر، خسته نباشید. انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید. بنده نظیری هستم، مدیر تیم آموزشی ترید استار. با ما همراه باشید تا یک رابطه جذاب و دیدنی در کنار همدیگه داشته باشیم. خب بریم برای ترید ببینیم که تا چه اندازه میتونیم مبلغ $890 رو افزایش بدیم. پس با ما همراه باشید. ترید اولم رو من میزنم. ترید با سود. ترید بعدی رو همینجا خواهم زد. ببینیم که میشه زد یا نه. 2 تا وارد میشم. خب اینجا نتیجه دوباره با سود هستش. با 3 تا ترید به تارگتمون رسیدیم، ولی من یک ترید دیگه میزنم. حالا این کاری که الان بنده میکنم شاید بعضیتون بگید طمعه، ولی به خاطر این نیست. حالا من یک تریدم میزنم بنا به دلایلی که دارم. وارد معامله میشم من اینجا. خب این تریدم با سود بسته شد. انشالله که از این ویدیو راضی بوده باشید. ببین دوستان، این بازار سختی های خودش رو هم داره و راحتی های خودش هم داره. کسی که میاد تو این بازار باید با تمامی این نکات کنار بیاد. مثلا بعضی از دوستان توضیحاتی که مثلا از یک طرفی میگیرن برای رعایت کردن نکات باینری آپشن یا ترید هاشون، میان اینا رو خیلی سفت و سخت میگیرن، یعنی خیلی خیلی سفت و سخت. این بازار هم به طوری هست. حالا من یه مثال ساده تر بهتون میگم. شما بر فرض مثال یه ماهی دستتون بگیرید، ماهی که تازه از آب گرفتید، خیلی هم ریزه و شما هر چقدر این ماهی رو بیشتر فشار بدید، احتمال در رفتن این ماهی زیاده. ولی وقتی این ماهی رو توی مشتتون داشته باشید و به طور آروم نگه داشته باشید، شاید بتونید سالیان سال این ماهی رو توی دستتون نگه دارید. ولی اگر بخواد خیلی خیلی سفت نگه دارید این ماهی رو، احتمال داره همون چند لحظه اول این ماهی رو از دست بدید. این یک توصیه برادرانه هستش، هم برای اعضای چنل VIP، هم برای اعضای چنل عمومیمون که در کنار ما هستن. انشالله که همگیتون بتونید توی این بازار موفق بشید. ما در کنارتون هستیم. سوالی مشکلی بود حتما بپرسید و اگر پیشنهادی برای چنلمون یا خودمون دارید حتما بگید. چیزی که قابل اجرا باشه اجرا میکنیم، اگر قابل اجرا نبود که هیچی دیگه. خلاصه ما در خدمتتون هستیم. انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید. یا علی مدد. خدا نگهدارتون.